خب توی سناریوی دوم از ما پرسیدن که بریم ببینیم تصاویری که توی بلاگ یا سایت هستش اون تگ آلتشون درست هست و اصلا محتوای براش تعریف شده یا نه. و ضمن اینکه میخوام بدونن که تصاویری که آپلود کردیم توی سایت یا بلاگ حجمشون چقدر، از اون حجم استاندارد بیشتر هستن یا اینکه کمترن و مشکلی ندارن. برای اینکه بتونیم به این سوال پاسخ بدیم دوباره وارد اسکریمینگ فراگ میشیم. از اون تب هایی که اون بالا هستش تب ایمیجز رو انتخاب میکنیم و باز یه سری اطلاعات بهمون میده. توی ستون ادرس در واقع داره لینک ها رو نشون میده، لینک تصاویر رو در واقع، که من اگه روی لینک تصویر کلیک بکنم این پایین سمت راست دارم پریویو اون تصویر رو میبینم. اون بالا یه گزینه برای فیلتر کردن دارم که میام گزینه میسینگ آلت تکست رو انتخاب میکنم و حالا اینجوری میاد فقط لینک هایی رو به من نشون میده که اینا آلت تکستشون مشکل داره یا آلت تکست ندارن. الان اینجا مثلا 88 تا تصویر هستش که آلت تکست نداره توی سایت من. خب من میخوام اینا رو گزارش بدم، دوباره همه لینک هایی که آلت تکست ندارن رو کپی میگیرم و میارم توی اکسل پیست میکنم و این میشه یه بخشی از گزارش من. اما از من پرسیده بودن در مورد حجم تصاویر اگه یادتون باشه، و برای اینکه حجم تصاویر رو ببینم یه گزینه دیگه اینجا دارم توی بخش فیلتر کردن که میگه over 100 کیلوبایت، یعنی تصاویر رو نشون بده که بیشتر از 100 کیلوبایت هستن حجمشون. خب به من میگه که بله شما توی سایتتون مثلا یه سری تصویر دارید که حجمشون خیلی زیاده، مثلا این تصویری که الان روش کلیک کردم این 234 کیلوبایته و این نباید انقدر باشه. خب باز اینجا هم لینک ها رو کپی میگیرم و میذارم توی فایل اکسل بغل همون اطلاعات قبلی که بتونم این گزارش رو ارائه بدم. این میشه در واقع فایل گزارش من. برای اینکه مشخص باشه چیکار کردم، برای ستون اول میام توی فایل اکسل اسم در واقع میسینگ آلت تکست رو میذارم، عنوان میسینگ آلت تکست رو میذارم و واسه ستون دوم هم over 100 کیلوبایت رو میذارم که کاملا مشخص باشه. حالا توی بخش ایمیجز نرم افزار اسکریمینگ فراگ میاد یه سری امکانات دیگه رو هم میده. مثلا اینکه توی پنل سمت راست اگه دقت کنید، من اینو الان کمی بازش میکنم، اینجا داره یه سری اطلاعات آماری هم به من میده. مثلا میگه من کلا 297 تا تصویر توی بلاگم دارم، 44 تاش بیشتر از 100 کیلوبایت حجم دارن، 88 تاش اصلا آلت تکست ندارن و همه اینا رو به صورت نمودار هم اون پایین داره بهم نشون میده که در واقع من با استفاده از اینا میتونم گزارشم رو غنی‌ترم بکنم. توی ستون سایز این طرف یه کار دیگه که میتونم انجام بدم اینه که ببینم الان کدوم یکی از عکس‌ها حجمش خیلی زیاده، یعنی بیشترین حجم داره و بحرانی ترین حالت رو داره، که اول برم سراغ اونا و اونا رو ریسایز کنم. خب مثلا من یه تصویری دارم توی بلاگم این 919 کیلوبایت، اول باید برم سراغ این نسبت به بقیه و اینو درستش کنم که این پایین هم الان شما دارید پریویوشو میبینید و بعد از این حالا میتونم برم یکی یکی بقیه تصاویر رو هم که حجمشون بیشتر از اون 100 کیلوبایت هستش اونا رو هم ریسایز کنم.